این درجه را میاره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفیقی داشت، صحابه‌ای داشت که اسمش به نام جلیبیب، صحابه فقیر، صحابه‌ای که حتی بالش نداشت زیر سرش بمانه، اما مجلس رسول الله خیلی زیاد می نشست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوست می داشت. روز حبیب خدا گفتش جلیبیب جانم، من تو را برای تو یک همسر یعنی پیدا میکنم و تو را همسر میدیم. مرد فقیر بیچاره گفت حبیب خدا من بالشت ندارم زیر سری خودم بمانم، از کجا بالش میام زیر سری همسرم میمانم؟ به این فقیری مرا کی میگیره؟ حبیب خدا گفت من برات همسر مهیا میکنم. میگه 2 روز 3 روز بعد یک مرد آمد گفت حبیب خدا میخواهم دخترچه ما شهور بتم. حبیب خدا گفتن بسیار کار خوب. اون مرد خیلی خوشحال شد، خیال و گمان کرد که حبیب خدا برای خودش میگه. وقتی حبیب خدا اون مرد خوشحال دید گفت مرد من برای خودم نمیگم. پس گفت برای کی میگی؟ گفت برای جلیبیب میگم. گفت همون صحابه فقیر من تا همسر من نپرسم هیچ جواب داده نمیتونم. پس رفت همسرش پرسید، همسرشم خوشحال شد. گفت زن خوشحال نشو، حبیب خدا برای خودش نمیگه، گفت برای جلیبیب میگه. گفت من نمیتونم شم. میگه دختره گریان و نالان آمد، پدر جان و مادر جان من پروای جلیبیب ندارم، اما خواستگاری من حبیب خدا هست. چگونه جوابی او را شما نمیگین؟ اگر از این فقیرتر است من تیارم که همسرش باش. وقتی میگه ازدواج کردن چند قبر مشرکا بالاشان حمله کردن، شهیدا را میکفتن، حبیب خدا را میگفتن فلانی شهید شده است، اما حبیب خدا میگفت این جلیبیب، جلیبیب کجاست؟ آمدن جلیبیب هم دیدن که شهید شده است. حبیب خدا آغوش کردن تا اون زمانی که لحد نکردن زمین ده نگذاشتن و این عنوان دادن که جلیبیب از من است و من مال جلیبیب هستم. این محبت ببین که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عنوانی مال خود به اون داد. به خاطر چه؟ به خاطر رسول الله را دوست می داشت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگوید روز دیدم طاهر فرزند حبیب خدا از دنیا گذشت، در قبر میماندش، آبهای دیده حبیب خدا میریخت. گفت بچه جان حال خدا تو را میپرسه که بنده یکی هستی، در دین کی بودی و پیغمبر بود، پیغمبرت کی بود؟ بچه جان جواب بوده که خدام الله بود، دینم اسلام بود، پدرم محمد بود پیغمبر. میگه گشت نگاه کرد که حضرت عمر ناله دارد مثل گریه کودک. رسول الله گفت عمر به تو چی شد؟ گفت رسول الله خدا طاهر خردسال بپرسه من عمر میمانم، من بپرسه احوال من چی میشده باشد نزد الله، من چی جواب دادم میتونسته باشم پیش الله. وقتی این کودک خدا بپرسه احوال من چی میشده باشد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این گونه شاگردها تربیت کردن. ببین رسول الله نه فقط در حالت حیاتش در فکر من و شما بود، حتی بعد حیاتش در فکر من و شما بودن. میگوید یک مرد فقیر، بسیار فقیر بود، از نفر 10 سوم و 15 سوم مجموعه قریب 50 درهم قرضدار شد. ایام خلافت بود. میگه رفت از یک مرد بای قرض گرفت و قرضاش داد. اون مرد قرضدار آمد گفت پولای مرا بده. گفت آخه من پول ندارم، من پول می داشتم از تو چرا قرض گرفتم؟ رفت در محکمه سودی نویست، در قاضی شکایتش کرد. قاضی گفت من برای تو 1 روز مهلت میتم، اگر نه آوردی من محکمه سودی را باز میکنم. هرچند این فقیر گفت من شرایط ندارم، اما قاضی بالاش محکمه را گفت اجرا میکنم. خب گفت خیلی 1 روز من جواب بده با اهل و عیالم خداحافظی کنم. گفت کفیل بیار، یک مرد به اعتماد و باوری بیار، من تو رو جواب بدم. اگر من جواب بدم شاید تو فردا نیایی. آیا کفیل داری؟ گفت دارم. گفت کفیلت کیست؟ گفت محمد ابن عبدالله است. اگر من تا فردا نیایم روز قیامت امت محمد نباشم. قاضی که مسلمان بود جوابش داد، رفت گریان و نالان به پیش همسرش آمد. همسر محترمه من بین خودم و بین قاضی گفت حبیب خدا را کفیل گذاشتم، گرند گذاشتم تا فردا چیکار کنم؟ همسرش گفت بیا صلوات میفرستیم. هر دو صلوات میفرستند. مرد فقیر خوابش برد. در خوابش رسول الله در آمد. رسول معظم اسلام میفرمایند
هر کسی مرا در خواب دید در حقیقت مرا دیده است، زیرا شیطان جرأت و قوه ندارد که مثل من خود چه کنه. گفت مرد فقیر مرا بین خودت و قاضی گفت کفیل گذاشتی؟ گفت بله. گفت برو فلان جا رئیس مالیه هست، رئیس مالیه را از نام من سلام بگو و بعد بگو که قرض تو ادا کنه. فقیری بیچاره گفت حبیب خدا رئیس مالیه چگونه تصدیق میکنه که تو در خواب من در آمدی؟ گفت با دو دلیل. رئیس مالیه گفت هر شب 1000 بار به من صلوات میفرستم، این یکم دلیل است. دویم دلیل گفت این شب فرستاده نتانیست، بگوش که این شب برابر شبهای گذشته است. مرد فقیر خیست رفت پیش رئیس مالیه سلام داد. گفت حبیبی خدا گفت از قرض از جانب من ادا کن. گفت حبیبی خدا در خواب تو در آمده است، آیا دلیل داری؟ میگه هر دو دلیل پیش کرد. از جاش خیست گفت الله اکبر، 50 درهم برآورد داد از بیت المال، 2000 دیگر میگه از جیب خودش داد. فقیر پولا رو گرفته دویده نزد قاضی رفت. قاضی وقتی این فقیر دید از جاش خیست گفت الله اکبر، این شب رسول الله را در خواب دیدم. رسول الله گفت قاضی اگر دست فقیر میگیری روز قیامت من در نزد الله دستی تو را میگیرم، قرض ادا کن. گفت برآورد، میگه 50 درهم از جیبش باز میگه برآورد داد پول. هر دو در بحث و مباحثه بودن که صاحب پول خیستیده و افتیده و آمد. گفت الله اکبر، رسول الله را در خواب دیدم. رسول الله میگه این مرد فقیر، ای مرد بای اگر فقیر میبخشی روز قیامت زانو میزنم پیش الله تا تو را ببخشه. رسول علیه السلام حتی بعد وفاتشم در فکر نجات من و شما بود. جوانای عزیز امروز قدر او را بدانیم. الله حکیم است، حکمت های زیاد داره، میدانه که کی طاقت تماشای جمال بی مثل مانندش داره، کی طاقت تماشای حبیبش داره. اگر رسول الله در این عصر و زمان حیات می داشت این چشمای من طاقت تماشاش نداشت، شاید این دل من از حرکت میماند. لیکن پروردگارا در قیامت چشمی برای ما مهیا کن که طاقت دیدار بی مثل مانندت باشد و طاقت تماشای حبیبت باشد. پروردگارا اگرچه ما مثل اونا عمل نکردیم لیکن اونا را دوست می‌داریم. حبیبت وعده کرده است هر کسی را دوست بداره روز قیامت با همون قوم و ملت میخیزه. الها محبت خودت را و محبت حبیبت را در قلبهای ما جای بگردان.